اگر گردن درد دارید و دردش توی دستاتون میزنه، حتما این تمرین ما رو انجام بدید. سلام، اردلان پارسا هستم، فیزیوتراپیست ورزشی. امروز می‌خوایم با چند تا تمرین برای بهبود دیسک گردن آشنا بشیم. درد دیسک گردن یکی از شایع‌ترین دردهای افراد بزرگسال هستش که این درد میتونه به صورت شدید یا خفیف و یا به صورت مزمن و یا حاد باشه. علائم شایع دیسک گردن میتونه درد به خود ناحیه گردن به اندام انتشار پیدا کنه که بستگی به ناحیه‌ای که این دیسک بیرون میزنه علائمش توی انگشتا مختلفه. علاوه بر این درد میتونه در ناحیه پشت و پشت کتف هم نمایان بشه که با درد کتف، عضلات کتف اشتباه گرفته بشه. درد دیسک کمر در ایام صبح بیشتره و یک حس خشکی کوچیکی میتونه در گردن وجود داشته باشه. اگر سوالی داشتید راجع به تمرینات میتونید به ما دایرکت بدید. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. مرسی.